سعی کن انگلیسی صحبت بکنی، سعی کن انگلیسی بنویسی، سعی کن انگلیسی یاد بگیری. همش فارسی فکر نکن. دوستان دیگه دوره معنی لغتی و معنی کردن جمله گذشته. اولین حرکت که خیلی تو زندگی من بهم کمک کرد که زبان انگلیسیم قوی بشه، استفاده از کامپیوتر. خیلی میپرسن چه جوری کامپیوتر به زبان انگلیسی کمک میکنه. اگر شما زبان انگلیسی رو از صفر شروع نکنید یا به قول گفتنی تحصیلات عالی زبان انگلیسی نداشته باشید، محیط ویندوز و محیط کامپیوتر، هر سیستم نرم افزاری دیگه‌ای خیلی به شما کمک میکنه که در معرض لغات انگلیسی قرار بگیرید. دلیل اینکه دیفالت فضای کامپیوتر انگلیسی طراحی شده و شما وقتی میخواین کارهای مختلفی توی فضای کامپیوتری یا توی فضای ویندوز انجام بدین، باید انگلیسی رو بلد باشین که خب بتونین اون کارها رو انجام بدین. این یعنی چی؟ یعنی اگر یه روزی بخواید یک فیلمی رو از یک فولدری به یه جای جابجا بکنین، باید بلد باشین کپی یعنی چی، باید بلد باشین پیست کردن یعنی چی، یا باید بلد باشین که چجوری یک فولدر رو ایجاد بکنین. پس محیط کامپیوتر یک محیط خیلی خوبی هستش برای اینکه شما در معرض زبان انگلیسی قرار بگیرین و زبان انگلیسی رو به صورت کاربردی یاد بگیرین، نه اینکه هر سری یک دیکشنری دستتون بگیرین این لغت رو به اون لغت معنی بکنین. یکی از بزرگترین اشتباهایی که دوستان تمام ما ایرانی انجام میدیم این هستش که توی هر سکتور یا توی هر بخشی که هستیم و می‌خوایم زبان انگلیسیمون رو قوی بکنیم، فقط دنبال معنی هستیم. شما تا موقعی که احساس نیاز نکنین راجع به یک چیزی، هیچ موقع به دنبالش به صورت کامل نمیرین. یعنی به فرض بگیرین اگر واقعا گرسنه‌تون نباشه، هیچ موقع نمیاین دنبال غذا درست کردن یا هیچ موقع دنبال تهیه مواد اولیه غذا نیستین که غذا درست بکنین، چون گرسنه نیستین. پس هیچ موقع نذارین که زبان انگلیسی به نقطه‌ای برسه که بهش میگن نقطه نیاز و همیشه سعی بکنین به صورت فان و به صورت تفریحی زبان انگلیسی رو حداقل روزی نیم ساعت هم شده مطالعه بکنین و حداقل خودتون رو تو معرض یک محیطی قرار بدین که زبان انگلیسی توش استفاده میشه، مثل پی سی و کامپیوتر که خدمتتون عرض کردم. یکی از راههایی که باعث میشه زبان انگلیسیتون تقویت بشه، استفاده از محتواهایی هستش که به زبان انگلیسی هستن. یعنی چی؟ یعنی شما در طول روز اگر 10 تا آهنگ فارسی گوش میکنین، اینو نصف بکنین، 5 تا آهنگ انگلیسی گوش بکنین، 5 تا آهنگ فارسی. حالا خیلی میپرسن شاید موزیک یا آهنگ گوش کردن روی یادگیری زبان انگلیسی تاثیر نداشته باشه، اما من به شخصه میگم خیلی تاثیرگذاره، به خاطر اینکه اگر شما به صورت عاطفی ارتباط برقرار بکنید با اون آرتیستی که داره یک قطعه رو میخونه یا مینوازه، اون ریتم موزیک و اون بیتی که اون موسیقی داره ذهن شما رو کنجکاو میکنه راجع به این که این خواننده داره چی میگه. پس شما ناخودآگاه و به صورت اتوماتیک دنبال لیریکس اون آهنگ میرید. لیریکس یعنی چی؟ لیریکس یعنی متن اون آهنگ، تکستی که اون آرتیست نوشته قبل از اینکه اون کار ریلیز بشه، یعنی پخش بشه. حالا کدوم آهنگ رو گوش کنیم یا چه سبک آهنگایی گوش بکنیم، واقعا it's up to you. یعنی همش به خودتون بستگی داره که شما واقعا چه آهنگی رو دوست دارین. نباید چیزی رو گوش بکنین که دوست ندارین. دوستان چیزی رو گوش بکنین که واقعا با تمام وجودتون گوش میکنین و ممکنه جزو پلیلیستتون قرار بگیره. بعد از اینکه اون آهنگایی رو که دوست داشتین انتخاب کردین و یک پلیلیست تشکیل دادین، میتونین اسم اون پلیلیست رو بزنین English Learning. یعنی چی؟ یعنی آموزش زبان انگلیسی، که خب موزیک هست این فولدری که شما تشکیل دادین دیگه، میشه آموزش زبان انگلیسی با موزیک یا با موسیقی. من 2 تا آهنگ بهتون معرفی میکنم که خب آرتیست این آهنگ یک آرتیست امریکایی هستش، اما دلیل اینکه این 2 تا آهنگ رو میخوام بهتون معرفی بکنم به این دلیل است که این آرتیست پرونانسیشنش فوق العاده کامله و تقریبا 80% لغتایی که پرونانس میکنه یا تلفظ میکنه توی آهنگاش رو شما میتونید متوجه بشید. این آرتیست اسمش کریس آیزاک هستش و 2 تا آهنگی که من میتونم ریکامند بکنم بهتون و پیشنهاد بکنم که خب گوش بکنید و باعث میشه زبان انگلیسیتون یه ذره قوی بشه. آهنگ اول آهنگ Lie to Me هستش، یعنی به من دروغ بگو. آهنگ دوم هم آهنگ Wicked Game هستش که یک آهنگ خیلی معروفه اگر که آهنگ گوش بکنید. یکی دیگه از راههایی که خیلی به من کمک کرد زبان انگلیسیم قوی بشه، کتاب داستان خوندن بود. هر موقع از مدرسه می اومدم و تقریبا 1 رو 20 دقیقه تایم خالی داشتم که خب کار خاصی نداشتم انجام بدم، یک کتاب داستان تقریبا 3 الی 4 صفحه‌اش رو میخوندم که خب از بچگی کتاب داستان‌های مورد علاقه من کتاب داستان‌های تام سایر بود. یکی از معروف‌ترین کتاب داستان‌هایی که تام سایر نوشته هاکلبری فیل هستش که خب ممکنه همتون اسمش رو شنیده باشید. دوستان کتاب داستان خوندن خیلی آسونه، ولی شما باید یه استراتژی داشته باشید برای اینکه کتاب داستان رو هدفدار بخونید. و استراتژی که شما باید استفاده بکنید توی خوندن کتاب داستان به زبان انگلیسی این هستش که نباید بیشتر از 2 صفحه بخونید در طول روز اگر که لولتون مبتدیه. این یعنی چی؟ یعنی اگر که شما در لول 1 هستین و دارین تازه شروع میکنین که زبان انگلیسی رو یاد بگیرین، اون کتاب داستان اول از همه مکمل
یادگیری زبان انگلیسی شما هست. یعنی شما باید یک برنامه ثابت داشته باشین، یک کتاب درسی ثابت، یک الگوی ثابت داشته باشین که خب بیس کار زبان انگلیسیتون خیلی اوکی جلو بره و بعد از اون میتونید از این چیزایی که تا الان نام بردم مثل موزیک، فضای کامپیوتر و کتاب داستان استفاده بکنین که اون 90 رو به 180 برسین. یعنی به قول گفتنی اگر بخوام ریاضی بگم 90تون که متممتون بوده رو به 180 برسونید که میشه مکمل. پس کتاب داستان رو 2 صفحه بخونید و هر یک صفحه‌ای که میخونید اگر احساس کردید لغتی رو باهاش آشنایی کافی ندارین یا اصلا نمیدونین معنیش چی است، نرین توی دیکشنری دنبالش بگردین، زیر اون لغت خط بکشین و ادامه بدین به خوندن کتاب داستانتون. بعد از اینکه کامل کتاب داستان تموم شد، یک بار دیگه کتاب داستان رو شروع میکنین به خوندن. این بار وقتی دارین کتاب داستان رو میخونین، تمام اون لغتایی که شما بلد نبودین اول از همه زیرشون خط کشیده شده. پس یعنی شما قبل از اینکه به اون لغت برسین میدونین که قراره به یک لغتی برسین که نمیدونین معنیشو. چیکار میکنین؟ یک دیکشنری میارین، اما نه دیکشنری انگلیسی به فارسی، دیکشنری انگلیسی به انگلیسی. سعی کنین توی اون زبان فکر بکنین، توی اون زبان زندگی بکنین و توی اون زبان رفتار بکنین. شما نمیتونین از یک کالچر ایرانی و فارسی وارد یک کالچر انگلیش بشین و کلا از ترجمه استفاده بکنین. همچین چیزی کاملا غیر ممکنه اگر از هر کسی اینو بپرسین. تا اینجا خیلی سریع ریکپ بگم. خودتون رو توی فضای کامپیوتر قرار بدین، سعی کنین موزیک انگلیسی گوش بکنین، لیریکساشو یادداشت بکنین یا حالا معنیشو در بیارین اگر که خواستین و کتاب داستان هم یادتون نره. کتاب داستان خیلی کمکتون میکنه. یکی دیگه از کارهایی که من خیلی توی دوران تینیجیم و نوجوانیم انجام میدادم این بود هر وقت احساس میکردم که زمان خالی دارم یا کسی نیستش که باهاش صحبت بکنم، میرفتم توی فضای مجازی سوشال مدیایی مثل مینی چت، اومگل یا حالا انیوی هر نرم افزار دیگه‌ای که شما میتونید به صورت لایو با یک آدمی که فارس زبان نیستش صحبت بکنید. این به چه دردی میخوره دوستان؟ وقتی شما یک نفر رو پیدا میکنید که زبان اصلی شما نیست اما انگلیسی هم نیست، شما 2 تا آدم شبیه همدیگه هستین که یک وجه اشتراک دارین و اون وجه اشتراکتون چیه؟ یادگیری زبان انگلیسی. پس میتونین از اشتباهات همدیگه استفاده بکنید. فرض شما توی سوشال مدیا مینی چت هستین، یکی اومده بالا از ایتالیا و شما از ایران هستین و میخواین با هم دیگه حالا انیوی صحبت بکنین. توی اون صحبت ناقص زبان انگلیسی شما که معلوم هم نیست اون چه لولی داره یا شما چه لولی دارین، به صورت ناخودآگاه ممکنه یه لغتای اون طرف به شما یاد بده که شما اصلا فکرشو نمی‌کردین بتونین یاد بگیرین توی یک تماس تصویری. یعنی بخوام یه مثال ساده‌تر براتون بزنم، اگر به فرض بگیریم یک لغتی مثل لغت شات داون که به معنی خاموش کردن هستش رو شما نتونین توی کتاب داستان یا توی موزیک یاد بگیرین، ممکنه توی فضای مجازی خیلی راحت‌تر یاد بگیرین. چرا؟ چون به فرض بگیرید داریم با یه نفر صحبت می‌کنین، حالا یه کانورسیشنی پیش اومده، طرف بهتون گفته شات داون یعنی چی؟ یعنی ببندش یا خاموشش بکن. از طریق جستچر یا حالت دست اون طرف شما متوجه شدین که شات داون یعنی چی. خب این خیلی کم پیش میاد توی فضای عادی زندگیمون که خب یک نفر بیاد یک جستچری یا یک حرکتی به شما نشون بده که شما بفهمید اون داره چیکار میکنه. بکنین از فضای مجازی استفاده بکنین. واقعا اگر که حقیقتش رو میخوایم بدونی، خجالتی بودن توی یادگیری یک زبان اصلا بهتون کمکی نمیکنه. یعنی اگر که با کمال احترام به دوستایی که توی خونه دارن زبان انگلیسی رو یاد میگیرن با فقط مثلا دیدن محتوا فیلم، at the end of the day یعنی آخر روز شما باید حرف بزنید. you need to speak. واقعا باید صحبت بکنید تا بتونید زبان رو جا بندازین روی اون چرخ و فلکی که توی زبان فارسی داشته براتون میچرخیده. پس سعی بکنید خجالتی بودن رو بذارین کنار و حتی الامکان صحبت بکنید و اون لغتایی رو که یاد میگیرین استفاده بکنید. شما اگر یکی از بهترین فوتبالیستای دنیا باشین و زیر نظر بهترین مربی و بهترین باشگاه و بهترین استادیوم فعالیت بکنین، اما اگر توی یک بازی واقعی شرکت نکنین، هیچ موقع نمیتونین یک پلیر خوب بشین. پس سعی بکنین زبان انگلیسی رو به صورت ریل لایف اپلیکیشن یاد بگیرین. یعنی اگر به فرض بگیرین یک هفته اومدین درس خوندین یا یک هفته اومدین کتاب داستان موزیک و اینا گوش دادین، تمام اینا فعالیت‌های آفلاین هستن. یعنی فعالیت‌هایی هستن که در ریل تایم و در زمان واقعی اتفاق نمیفته. یعنی یک چیزی به صورت از قبل طراحی شده یا از قبل پیش بینی شده داره اتفاق میفته که خب حالا به پروسه یادگیری زبان انگلیسی شما کمک میکنه. اما اگه واقعا میخواین توی یک دنیای واقعی زبان انگلیسی صحبت بکنین و آدما وقتی به شما گوش میکنن
بفهمن دارین چی میگین، باید با آدمای واقعی صحبت بکنید. این حرفیه که میتونم بزنم اگر میخواین اسپیکینگتون قوی بشه. حرف آخر این که دوستان اگر واقعا میخواین زبان انگلیسیتون ارتقا پیدا بکنه، سعی بکنید خودتون یک برنامه خیلی مرتب و منظم بچینین و یه سری کارها رو توی یک زمان مشخص طبق یک برنامه مشخص انجام بدین، حتما به نتیجه میرسین. به خاطر اینکه دوستان یادگیری زبان انگلیسی یک پروسه طولانی هستش. حداقل میتونم بگم 6 ماه الی 1 سال طول میکشه که شما وضعیتتون توی زبان انگلیسی مشخص بشه، نه اینکه از 0 به 100 برسین. و خب خیلی بخوام آنست و صادقانه بگم، اینکه شما میبینین یک سری جاهای مینویسن 3 ماه یادگیری زبان انگلیسی یا 6 ماه یادگیری زبان انگلیسی، اینا خب فقط ترفندهای تبلیغاتی هستش برای اینکه شما رو بکشونن به سمت خودشون، نه اینکه واقعا شما رو 6 ماه آماده بکنن برای یادگیری زبان انگلیسی. کتاب درسی حتما استفاده بکنین برای یادگیری زبان انگلیسی، مثل کتابای مثل American English File، کتابای تدریس آکسفورد و کمبریج همه عالی هستن، همه رو میتونین استفاده بکنین. اما خب کتابی که خب من تقریبا 6 سال تدریس کردم کتاب American English File بوده. کتاب‌های دیگه هم تدریس کردم، اما majority of my students، یعنی اکثریت دانش آموزایی که تدریس کردم با پلتفرم کتاب American English File بوده و دلیلش هم این بوده که خب توی کشور ما اکسنت امریکایی خیلی راحت‌تر جا افتاده به نسبت اکسنت بریتیش یا انگلستان. دلیلش هم خب راحتی صحبت کردن لهجه امریکایی هستش و دلیلی هم که من این کتاب استفاده میکنم همین هست. بچه‌ها دکمه سابسکرایب رو حتما بزنید برای اینکه ویدیوهایی که من در آینده میذارم همه زودتر برای شما بالا میاد به نسبت کسایی که سابسکرایب نکردن. اگر هم از ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید، نظراتتون توی قسمت کامنت بنویسید، من سعی میکنم حتی الامکان جواب همه رو بدم. اگر هم میخواین همیشه ویدیوهای من اولین نفر براتون بیاد، زنگوله رو فعال بکنین و روی آل بذارینش، یعنی همیشه پستایی که براتون میذارم نفر اول براتون بالا میاد و شما میتونین ویدیو رو زودتر از بقیه ببینید. پر انرژی باشین، خدا یار و نگهدارتون باشه.